میلوس سارسف، هادی چوپان باخت چون آپدیت جدید بهروز تابانی درست 8 هفته مانده به مستر المپیا. سلام و درود دوستان، خیلی خوش اومدیم به چنل متین بادی. در این ویدیو میریم سراغ جدیدترین اخبار و حواشی بدنسازی. اجازه بدید کار رو با بهروز تابانی شروع کنیم. این ویدیویی که مشاهده میکنید جدیدترین آپدیت بدنی بهروز تابانی درست 8 هفته مانده به مستر المپیاست. این ویدیو از صفحه اینستاگرام میلوس سارسف منتشر شد و میلوس مدعی شده که بهروز تابانی همکنون 126 کیلوگرم وزن داره. اجازه بدید یک نگاه کوتاهی به بدن بهروز تابانی داشته باشیم. بهروز تابانی در شات اول یعنی فیگور ایکس از روبرو همونطور که مشاهده میکنید یک وی تیپر عالی داره. دلیلش کمر باریک و پهنای عالی در عضلات زیر بغله و اینها باعث میشه که بهروز تابانی در شات های روبرو بسیار عالی دیده بشه. شات بعدی بهروز تابانی فیگور جفت بازو از روبرو. توی جفت بازو از روبرو بهروز تابانی جدا از وی تیپر زیبایی که داره، حجم عضلات جلو بازوی اون نیز باعث میشه بهروز تابانی در این شات به زیبایی‌هاش افزوده بشه. همچنین باید بهتون بگم که بهروز تابانی در کنار میلوس سارسف در دبی پرو تونسته 4 سر ران خودش رو بسیار بهبود ببخشه، به طوری که در اینجا به خوبی میتونیم مشاهده کنیم که تفکیک عضلاتش نسبت به قبل بسیار بهتر شده. شات بعدی بهروز فیگور لت از روبرو. توی لت از روبرو جدا از وی تیپر، حجم عضلات سینه و فیبر عضلات سرشونه و تفکیک عضلات جلو بازو باعث میشه که بهروز تابانی در این شات نیز بسیار بدرخشه. بهروز تابانی در فیگورهای ساید نیز بسیار عالی دیده میشه. دلیلش دو چیزه: حجم عضلات بالای جلو بازو و سینه در بالاتنه و حجم بالای عضلات همسترینگ در پایین تنه. اینها باعث میشه که بهروز تابانی در فیگورهای ساید نیز بسیار عالی به چشم بیاد. یکی از نقط قوت‌های بهروز تابانی فیگورهای پشته. بهروز تابانی به دلیل دیتیل و جزئیات زیادی که در عضلات پشتش داره تونسته به این نقطه قوت دست پیدا کنه. پیک عضلات جلو بازو، تفکیک عضلات سرشونه و تفکیک عضلات زیر بغل باعث میشه که بهروز تابانی در این شات بسیار عالی دیده بشه. اما یک نقطه ضعف نیز داره. حجم عضلات زیر بغل میانی بهروز تابانی نیز باید افزایش پیدا کنه تا بهروز بتونه به تکامل کامل در این فیگور دست پیدا کنه. کات همسترینگ رو از اینجا به خوبی میتونیم مشاهده کنیم و توی عضلات سورینی نیز تفکیک بهروز تابانی همیشه مثال زدنیه. شات پایانی بهروز تابانی فیگور موس ماسکولار. از اینجا میتونید پیک بازوی خیره کننده بهروز رو مشاهده کنید و این اولین چیزیه که به چشم میخوره. همچنین پهنای عضلات سرشونه باعث میشه که بهروز تابانی در این فیگور بسیار عریض و پهن به چشم بیاد. تفکیک عضلات شکم مناسبه و بهروز تابانی شکست دادنش در موس ماسکولار بسیار کاریست سخت و میتونه یک رقیب جدی برای هادی چوپان نیز محسوب بشه. تونیو بورتون در پادکست اخیر فیتنیشن بیان میکنه که بهروز تابانی قطعا میتونه به تاپ 5 مستر المپیا برسه و بیدی بیان میکنه که شک ندارم بهروز تابانی یک هادیه با قد 178 سانتی متر. بریم با هم دیگه صحبتاشون رو بشنویم. Can Beirut crack the top 5 this year? Hell yeah. At this point, bro, ain't shit that Beirut can. He's a 5'10" hottie. What the fuck can't he do? Yeah. But yo, how he looked at his, yeah. Hell yeah, it could be top 5. Like before, you could say, well, yeah, he's like a tall, smaller hottie with weaker legs. Now, that motherfucker big as fuck. And I don't want to hear about the legs anymore. He got legs. I don't want that motherfucker got legs. He ain't Nexzilla, but I don't think that's a good thing at that point. I have no complaints. At this point, he's shredded. He's just as muscular as everybody. He's wide. He has a small waist. Maybe some of the posing that I don't think there's anything that man can't do. Hopefully he can make it to the U.S. Yo, what is it about that? Like, what stops them? Like, they have to find someone to stay with, or someone has to like sign for him. Like, you know how they do like sponsorships. I mean, like a sponsorship. I could see him not making it the first year, maybe the second year. But damn, we are like year 4 now. Like at some point, like, what the fuck do you think he's about to do in America? So it's like, what is Hottie doing to where he could come? No problem. Sponsor, bro. He had the American sponsor. I'm like, bro.
Milo sounds like he's doing everything he can. So میلو سارسف نیز در پادکست اخیر دمینیز صحبت‌های بسیار جالبی میکنه. اون بیان میکنه که دریک لانسور قهرمان سال گذشته مستر المپیا امسال در جایگاه سوم قرار میگیره. هادی چوپان اول خواهد شد و سامسون داوودها دوم. اندرو جک در جایگاه چهارم قرار میگیره و بهروز تاوانی بالاتر از نیک واکر در جایگاه پنجم میایسته. اینها پیشبینی میلو سارسف از مستر المپیا 2024 بود. البته بقیه هم پیشبینی‌های خودشون رو بیان کردن. ولاد بیان کرد هادی چوپان در جایگاه اول، دریک دوم، سامسون سوم، اندرو چهارم، بهروز پنجم و نیک واکر ششم. کریس کورمیور به ترتیب دریک، هادی، نیک، سامسون، اندرو و هانتر لابرادور رو در جایگاه اول تا ششم قرار داد. دنیز نیز بیان کرد هادی چوپان اول، دریک دوم، سامسون سوم، اندرو جک چهارم، نیک واکر پنجم و محمد فؤاد در جایگاه ششم قرار خواهد گرفت. اینها نشون میده که بیشتر آرا به سمت هادی چوپانه و امسال هادی چوپان شانس بسیار بالایی در مستر المپیا داره و به احتمال خیلی زیاد امسال هادی چوپان قهرمان خواهد شد. نظرتون رو لطفاً برام کامنت کنید. به نظر شما هادی چوپان امسال در جایگاه چندم خواهد ایستاد و بهروز تابانی اگر بتونه به مستر المپیا امسال برسه که امیدواریم این اتفاق بیفته، او در جایگاه چندم قرار خواهد گرفت؟ لطفا نظرتون رو برام کامنت کنید. میلو سارسف همچنین در پادکست اخیر کاتلرکست بیان میکنه هادی چوپان باخت چون کاندیشنش مثل سال قبل نبود. بریم با هم دیگه صحبت جنجالی میلوس رو بشنویم. Hadi Choopan lost because his condition was not equal to 2021. But it was still better than Yeah, it's better than pretty everyone much on anybody. stage. The only better condition part of the body was Derek's back. So Derek's back and glutes out-condition Hardy. And everything else, Hardy's out-condition Derek, isn't it? I thought so. And then when they generalized conditioning, they would say because of drier back and glutes, oh, he has better conditioning. No, that's a part of the body. Hadi at Olympia 2022 was not conditioned, but won, right? So of course bigger, not conditioned as he was 2019, 20, 21, but bigger meant better, and he won. So that's why 2023, maybe they didn't insist on the crazy conditioning. Probably trained with Derek right there going into the show. So he realized, I mean, he's still better conditioned. So it's probably, he didn't have a idea that I need to just be peeled and dry out of my mind. So after he lost, he delivered for the Arnold Classic. همونطور که قبلا بهتون گفتم هادی چوپان با آپدیت هایی که داره روز به روز منتشر میکنه جنجال بسیاری در فضای مجازی ایجاد کرده. یکی از اینها واکنش ایان والیر به آپدیت جدید هادی چوپان در پادکست اخیر فؤاد عبیاد بود. اون بیان میکنه هادی چوپان جوری به نظر میرسه انگار 270 کیلوگرم وزن داره. بریم آن دیگه صحبت های ایان رو بشنویم. Take a look at Hadi. He put up a... He looks like he's 600 pounds in this video, too. I know, it's crazy. This is Fucking feathered quads already. It's like big as a hose. Jeez. Yeah. I don't know if fucking... I got to see what this looks like without the trunks and shit on, but I don't know if fucking Derek can beat him this year. What's the best about Hadi? This. We have to die for love. We have to give everything for honor. I'm coming, Mr. Olympia. Just so fucking intense. You know, خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا بروزترین اخبار بدنسازی رو از دست ندید. دوستدار شما متین.